ایمان داریم که الله متعال ملائکه ها را به کارهای گوناگون مکلف کرده است، از جمله جبرائیل علیه السلام که وکیل وحی الهی است، که به هر کس که الله او را امر کند وحی را بر او نازل می نماید. بسم الله. و نؤمن بأن للملائکة اعمالا کلف بها. ایمان می آوریم بر اینکه ملائکه ها دارای عمل هایی هستند که بر آنها مکلف شده اند. اولا ایمان آوردن به وجود آنها، دوم به عمل های آنها که جبرائیل علیه السلام موکل وحی هست، نازل میکند وحی را بر بنده از بندگانش، به هر کسی که الله سبحانه و تعالی از انبیا هست، از انبیاش بخواهد که رسولانش. پس علاوه بر این جبرائیل بزرگترین و افضلترین رسولان است، چون که الله سبحانه و تعالی این خاص ملائکه وحی قرار داد که رساندن شریعت ها بر خلق، بر مردم، این با شرفترین عمل است، دلالت بر شرف همو ملائکه می نماید. دوم میکائیل که میکرائیلش میگن تاجیکا، موکل بر باران و رویدن نباتات و این چیزا است. در هر جای زمینی که باشد، در هر جای زمین، هر نباتی که باشد، در هر مکانی که باشد، میکائیل موکل بر این است. یگانه ملکه که همه این بگیم که کائنات در دست او است. قدرت خیلی بی‌نظیری هستین که وصف کرده نمی شود، که این قدرت نه بر انسان داده شده است نه به جنها. ملائکه ها خیلی قوی هستند، از جن قوی تر هستند، از جن قدرتمندتر هستند. در قصه سلیمان علیه السلام هنگامی که الله سبحانه و تعالی فرمود از زبان سلیمان علیه السلام: یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان گفت: ای بزرگان، کدام از شما تخت او را، یعنی تخت بلقیس را، پیش از آن که فرمان بردار شده نزد من بیاید برایم می آورید؟ قال افریت من الجن انا آتیک به. افریت یعنی از جنیان، از جنین خیلی قوی و چالاک جسور، از من جنها گفت: من قبل از آن که از جایت برخیزی آن را نزد تو حاضر میکنم. و در دوام گفت که من به این کار هم توانا هم امین هستم. و سلیمان میخواست که این را در وقت محدد، در وقت نزدیکتر از این حاضر بگردد این عرش، این تخت. در دوام آیات فرمود: قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. و آن کس که از علم کتاب الهی بهره داشت، بهره برده بود، گفت: البته من پیش از آن که چشم بر هم زنی، یعنی در یک میجه زدن، آن را نزد تو حاضر میکنم. در این وقت سلیمان بر او رخصت داد که او دعا کرد که تخت را ملائکه برداشته در یک لحظه به نزد سلیمان علیه السلام آورده رسانید. این قدرت ملائکه ها است. الله اکبر. در تفسیر می‌فرمایند که این کسی که علم کتاب الهی داده شده بود، الله را دعا کرد با نام اعظمش، با نام بزرگش. پس ملائکه عرش این بلقیس را برداشته در یک لحظه به نزد سلیمان حاضر کردند. و هنگامی که سلیمان این را دید که در نزدش حاضر شده است، گفت: این از فضل پروردگار من است. دیگری از ملائکه ها اسرافیل است که این موکل به نفخ فی الصور است، در صور دمیدن صور. هنگامی که نزد قیامت نزدیک میگردد، این صور دمیده می شود. اسرافیل علیه السلام این صور را میدمد و این صور را علما وصف میکنند، میفرمایند که این چنان بزرگ است که بزرگی پهنای این بین آسمان و زمین است. خیلی عظیم است این صور، یک به مثل یک بگیم که شاخ گاو است. هنگامی که ملک
این اسرافیل در این نفخ میکند بسیار یک نفخ خیلی قوی هست، محکمی هست که صدایش خیلی شدید و قوی میبراید. همین است که مردم در حیبت میافتند، در دهشت میافتند، چنان در دهشت میافتند که همگی در یک مورد میمیرند، نابود میشوند از شدت سخت صدای آن هنگامی که به گوشه آنها میرسد. در حالی که راست ایستاده بودند، همگی منتظر بودند. و قول صحیح این است که اسرافیل علیه السلام دو بار نفخ دستور میکند. یکم بار که تمام انسانیت هلاک میگردند و دوم بار از جایهای خود برمیخیزند. و یک روایت از ابن عباس است که اسرافیل یکی از ملائکه هایی است که عرش الله را برداشته است. الله اعلم. دیگر از اینها ملک الموت که موکل به قبض ارواح بندگانش است، بندگان الله است. چون که الله سبحانه و تعالی این را بیان میکند برای ما و شمایان: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو آن ملک الموت که شما را میمیراند که برای قبض روح شمایان موکل شده است. در بعض روایت ها اسرائیلیات اسمه عزازیل است که عزرائیل میگن، نه که اینا اساس ندارن. ملک الموت است نام اساسیش. برای همین درست نیست که انسان ملک الموت را عزرائیل نام بگذارد، چون ثابت شده نیست از رسول صلی الله علیه و سلم اصلا. پس اگر سخن رود که ما بین این قول الله سبحانه و تعالی که الله یتوفى الانفس حین موتها، هنگام مرگ آنها نازل شود الله این نفس را میمیراند، و قول این که قل یتوفاکم ملک الموت، بگو که ملک الموت شما را میمیراند، و توفاه رسولنا و رسولان ما جانهای آنها را قبض کردن، جمع کردن چگونه است بین اینها عادی است جمع کردن این. اسناد این به سوی اهلش برگشته. پس این رسولان قبض جان ارواح بندگان الله را میکنند با امر الله سبحانه و تعالی، با امر الله سبحانه و تعالی. این هنگام الله سبحانه و تعالی است که جان مردم را، جان تمام هستی را میگیرد، با امر اوست این. و آنچه که اضافه به سوی ملک الموت شده است، اینها قطعی یاردمچی هایشان دیگر از اینها قبض ارواح میکنند. اضافه به سوی رسولان شد، به سوی ملک الموت و کسانی که با همراه آنها هستند. دیگری از ملائکه ها موکل بر کوه ها هست. کوه ها چون در حدیث صحیح آمده است هنگامی که رسول صلی الله علیه و سلم از اهل طائف برگشتند، بعد آن زحمتی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دادند که پاچه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم را خونولد کردن، قبول نکردن آنها را، جبرائیل علیه السلام حاضر شدند با ملائکه کوه ها که گفتن که برای ما اجازه بدید ما در لحظه این زمین رو، این سرزمین رو، این طائف رو به خاک یکسان میکنیم. که پیامبر گفتن که بگذار آنها را، شاید از نسل اینها کسانی پیدا شوند که الله بگویند. چون یک دقیقه ذکر می شود جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و بر او سلام داد. پس گفت که این ملائکه همین کوه است، پس امرش کن، هر چی که امرش کنی و امرات را در حال اجرا میکند. ملائکه جبل گفت اگر بخوای ما هر دم کوه را در بالای اون چاقا میکنم، نابود شون میسازم. عظیم بود، بزرگ بود. و رسول چگونه که ذکر کردم گفت که باشد بگذارشان، باشد که از زمره آنها کسانی پیدا شود که الله را عبادت نمایند. و این دلالت بر آن میکند که رسول صلی الله علیه و سلم دورترین مردم در انتقام گرفتن بودند. از کسی غرض بر کسی غرض نداشتند، از کسی انتقام نمیگرفتند. این بود آن امر الهی که سبحانه و تعالی در قلب وی جایگیر کرده بود که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، در راه پروردگارت با حکمت، با موعظه حسنه دعوت نما و اینها را، این اهل کتاب را با بهترین حال با آنها درگیر بشو. از این فایده میگیریم که دعوتگر هنگامی که دعوت منماید باید با سوی پروردگارش دعوت نماید، نه اینکه بر آنها سیطره کردن، بر بالای کسی غلبه کردن. رساله الله سبحانه و تعالی را که به قلب پیامبر نازل شد، این را به دیگران برساندن است. چون در راه الله دعوت کردن این یک وسیله است که به مقصود اساسی انسان میرسد. و همچنین ایمان داریم و ایمان می آوریم که بعضی از فرشتگان موکلی بگیم که خزینه‌دار جهنم هستند.
که معمور بر آتش و عذاب اهلی دوزخ می باشند. الله سبحانه و تعالی می فرماید و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون. دوزخیان در آن روز ندا میکنند بر مالک. نام همان خازن نار است، آتش است، جهنم است. بر آن ندا میکنند که پروردگارت رو بگو که بر ما قضاوت کنه. در جواب میگه که نه، شما در اینجا دیگر جاودانه باقی میمانید. این از عقیده اهل سنت و جماعت ایمان آوردن بر ملائکه ها که ملائکه ها عالم غیبی هستند. پس فایده از این ایمان میارد انسان به غیب، چون چگونه بیان کردیم مشاهدات که دیده میشود بر آن ایمان آوردم آنقدر بگم که اعتباری ندارد. و همچنین ایمان می آوریم به آن ملائکه هایی که الله سبحانه و تعالی آنها را موکل کرد بر دمیدن روح در شکم مادر، چگونه که حدیث صادق المصدوق ابن مسعود است که ذکر می نماید رسول صلی الله علیه و سلم. این حدیث را امام بخاری روایت کردند یک به درستی که یکی از شما در شکم مادرش 40 روز میموند، نطفه میموند و بعد این یک گوشتپاره تبدیل می شود، بعد این یک خونپاره، بعد خونپاره گوشتپاره، بعد این یک به شکل آدمی تبدیل می شود. بعد ملائکه را الله می فرستد که در آن روح دمیده می شود. با چهار چیز کتابت می شود، با رزقش، با عملش، با اجلش و شقیت و سعید است. بعضی از ملائکه های دیگر موکلی بر حفظ بنی آدم هستند. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. کسانی هستند که چیز در حضور آدم ها حفظ و امان انسان قرار داده هستند. اینها را الله سبحانه و تعالی که از پشت پیش پس انسان ها را در حفظ الله سبحانه و تعالی قرار میدهند. بعضی از ملائکه های دیگر کتابت موکل هستند بر کتابت نامدن اعمال تمام بندگان. دو ملائکه است، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ملائکه از چپ و راست انسان نشسته هستند که هر لفظی را که انسان تلفظ میکند به درستی که آنها این را کتابت میکنند. این دو ملائکه موکل شده هستند بر حفظ و کتابت اعمال بندگان از چپ و راست. یعنی هر عملی را که انسان میگوید انجام دهد حتما این ملائکه ها این را کتابت میکنند. یعنی خرد و کوچک را همگی را مورد نظر دارند و آنها را کتابت مینمایند. برخی از علما گفتند که این ملائکه ها کتابت مینمایند آن چیزهایی را که وابسته بر ثواب یا که عذاب عقاب است، نیکویی، پاداش یا که عذاب عقاب باشد کتابت مینمایند. یک روایت است که ابن جوزی این را در ادب شریعت همچنین ذکر می شود روایت کردند که یک مرد نزد امام احمد می‌دارد در حالی که امام احمد بیمار بودند، نالش میکردند از بیماری. پس بر او گفت، اینه که با امام احمد گفت، یک از تابعین، طاووس یک از تابعین مشهور است، میفرماید که به درستی که ملائکه ها حتی همون ناله‌ای که نالشی که بیمار در وقت بیماریش از شدتی بگیم بیماری ناله میکند این را کتابت میکنند. امام احمد رحمه الله تعالی در این هنگام خود را از نالش کردن باز داشت، خوف از اینکه این را ملائکه ها کتابت نمایند. این دلالت بر آن میکند که تمام لفظی که از زبان انسان خارج می شود کتابت کرده می شود. تمام اعمال هایی که انسان انجام می دهد حتما کتابت می گردد. و روایت وارد شده است که ملائکه که از طرف چپ راست قرار دارد که اعمال نیک انسان را کتابت می نماید، اگر انسان یگان اعمال بد را انجام داد و را باز می دارد، منتظر می شود که آیا این به سوی پروردگارش توبه می کند تا که این کتابت نگردد. دیگر مسئله که اگر انسان آنچه که در قلب خود میگذراند نه بر زبان نه با زبان آیا کتابت می شود یا نه، درست صحیح این است که این کتابت نمیگردد تا آن دمی که اگر انسان را تلفظ نکند. این معفو است، این عفو شده است. و دیگر از ملائکه هستند که این موکل هستند با سوال کردن معید در قبر. در اینجا سوال می شود که اگر انسان در قبر سپرده نشود پیش از این، مثلا در یکم دریا میبرد دو روز سه روز میگذارد میماند، یا که در دوران خلدن او را میگذارند دو روز سه روز میماند در یکم جو میمیرد، برخی از علما گفتند که این سوال کردن نمی شود تا آن دمی که این مسوای خود هم باشگاه خود را قرار نگیرد در خاک سپرده نشود. بر این سوال کردن نمی شود. الله اعلم. این ملائکه ها
وقتی که انسان بر خاک سپرده می شود نزد این انسان می آیند و وی را سوال میکنند پروردگار تو کیست، دین چیست و پیامبر تو کیست. این سه مسئله است که اصل های سگانه است که انسان در قبر از این حتما پرسیده می شود. و یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا و فی الاخره. و اون کسانی که در این دنیا نیکوکار بودن، نیکوما بودن، در الله سبحانه و تعالی آن را بر گفتن این سوالات، سوال های سگانه، اصل های سگانه توفیق می دهد و آن را کمکشان میکند و این سوال جواب میگویند. آن کسانی که در این دنیا ایمان بر الله آوردند، موحد بودند، با طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی از دنیا برگذشتند و کسی چیز را بر الله شریک قرار ندادند و اطاعت فرمانبرداری الله و رسول الله را کردند، به دین او حقیقتا ایمان آوردن و او عمل کردن، البته که الله سبحانه و تعالی بر آنها سؤال اینها را منکر نکیر آسان میگرداند. اما الله سبحانه و تعالی گمراه و بدبخت و نابود می‌سازد آن کسانی را که در این دنیا حق را پیروی نکردند و به این سؤالها جواب داده هم نمیتوانند که پروردگار من الله است، دین من اسلام است و پیامبر من محمد صلی الله علیه و سلم باشد. و الله سبحانه و تعالی ظالمان را گمراه می‌سازد و هر چه که بخواد الله سبحانه و تعالی انجام می‌دهد. چگونه که در روایت صحیح آمده است که شخص منافق، شخصی که کافر شده است، میگه آه شنیدم که مردم چیزی را میگفتند، اما خود عاجز میماند از گفتن این کلمه، فراموش میکند، الله این را فراموش میکند، چون که در دنیا این چیز در ضلالت، در گمراهی بود، مردم را سوی گمراهی دعوت میکرد. برای همین است که یضل الله الظالمین، الله ظالمان را گمراه میسازد و الله هر چی که بخواد انجام میدهد. و هنگامی که میت در قبر گذاشته شود، خاک برای او سپرده شود، در حق وی استغفار کرده می شود، در حق وی دعای خیر کرده می شود و دعا کرده می شود که الله سبحانه و تعالی با این سوالها، بر جواب این سوالها ثابت بگرداند. میگوی اللهم پروردگار این را مغفرت کن، پروردگار این را مغفرت کن، پروردگار این را مغفرت کن. پروردگار این را با سوالهای این منکر نکیر ثابتش بگرداند. و برخی از ملائکه هستند که این موکل شدگی هستند بر تهنیت گفتن اهل جنت و خرسندی را در قبرهای آنها قرار دادن. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فمنهم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. و نزد انسان می آیند بسیار خرسندانه و آنها را خرسند میکنند، با آنها وا میخورند، میگن سلام علیکم، بر شما سلام باد، نیکویی بر شما باد، خیری بر شما باد، با آن چیزی که در این دنیا شما صبر کردید و چی دار نیکویی را الله برای شما آماده کرد. از همه درهای جنت آنها را داخل میکنند و سلام علیکم میگویند. دلالت بر این است که جنت درهای خیلی زیاد دارد. از هر دری که انسانان می‌دارند پس بر آنها سلام داده می شود. میگویند سلام علیکم بما صبرتم، اینکه در آنچه که شما صبر کردید، صبر در طاعت الله کردید، صبر از معصیت الله کردید و صبر در قضا و قدر الله سبحانه و تعالی، این گونه صبرها شما در دنیا انجام دادید، پس امروز خوش به حال شمایان که بالاترین از این صبرها صبر در طاعت الله سبحانه و تعالی است که در برگیرنده عمل کردن با زبان و با جسد است و صبر از معصیت الله سبحانه و تعالی نفس خود را از معصیت باز بداری. در اینم جسم هم متعلق است، ترک نمایی. اما صبر در قضا و قدر، اینم همچنین انسان در این فکر میکند، تدبر میکند، در آن امر که بر بالای وی آمده است بر آن صبر می نماید. و الله سبحانه و تعالی خبر داد از آن ملائکه هایی که در بیت المعمور هر روز 70,000 ملائکه داخل آن می شوند، هر روز دیگر بر نمی گردند، که در یک هفته 490,000 ملائکه داخل می گردد. چقدر لشکر الله سبحانه و تعالی بر زیاد هستند. چگونه که در روایت احمد و ترمذی در کتاب زهد ذکر می شود از حدیث ابی ذر غفاری رضی الله عنه که می‌فرماید که در آسمان هر یک، بگیم که 4 اصابع، 4 انگشت ملک هست که در آنجا یا در قیام است یا در رکوع است یا در سجده است. الله سبحانه و تعالی را با بهترین حال عبادت میکنند. پس ایمان می‌آوریم به این فرشتگان اجمالاً و مفصلاً. فرشتگان بندگان شریف گرامی قدرند. الله سبحانه و تعالی آنها را آفرید
باز برای عبادت برپا هستند، همیشه الله را عبادت میکنند و الله سبحانه و تعالی آنها را از نور آفریده است. فرشتگان مخلوقات از عالم غیب هستند که ما آنها را با چشم مشاهده نمیکنیم، بلکه از بندگان الله سبحانه و تعالی با اراده او سبحانه و تعالی فرشتگان را مشاهده میکنند، میبینند. مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم که جبرائیل داد، یا که مریم علیه السلام جبرائیل علیه السلام داد، که صحابه هم جبرائیل علیه السلام را دیدند. حدیث جبرائیل علیه السلام رو ذکر کردیم همچنین. و ایمان می آوریم به اینکه الله سبحانه و تعالی آنها را با کارهای مکلف کرده است، به مثل جبرائیل علیه السلام که ملائکه موکلی وحی هست، همچنین میکائیل موکل به باران نباتات است، موکل به ایناست، و اسرافیل که موکل بر دمیدن صور هست و یکی از ملائکه است که عرش پروردگار را برداشته‌اند. از جمله آنها فرشته مرگ که ملک الموت است که قبض ارواح بندگان در دست اوست، و ملائکه هایی که موکل معمور به کوه هستند، و فرشتگانی که موکل بر آتش و عذاب در روز قیامت هستند، و همچنین فرشتگانی که معمورن در نطفه جان را دمیدن در شکم مادر، موکل بر اینند که حفظ نمایند بندگان الله را و کتابت نمایند اعمال بد و نیک آنها را. و همچنین فرشتگانی که معمور هستند بر سوال کردن میت مردم در قبرشان. از آنها دو فرشته آمده در نزد چپ و راست آنها ایستاده، آنها را پرسان میکنند. و همچنین فرشتگان موکل به اهل بهشت هستند، چون که بیان شد. و دیگر ملائکه هایی که آخر ذکر کردیم که هر روز در میگن که در بیت المعمور 70,000 ملائکه داخل میشه که دیگر نمیبرند. سبحانك اللهم و بحمدک و اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیه.